سلام، توی این ویدیو از آمازون ابزار قراره یکی از پرکاربردترین ابزارهای اندازه‌گیری جریان رو با هم بررسی کنیم. فلومتر توربینی یا همون توربین فلو میتر. بعضیا میگن این فلومتر فقط یه بخش مکانیکی داره، اما بعضی دیگه معتقدن که 2 تا بخش داره، بخش مکانیکی و بخش الکتریکی. ما در این ویدیو از آمازون ابزار فلومتر توربینی رو به عنوان یه دستگاه 2 بخشی بررسی میکنیم. خب بریم سراغ نحوه کار فلومتر توربینی. فلومتر توربینی در مسیر جریان داخل لوله نصب میشه. داخلش یه روتور قرار داره که با جریان سیال شروع به چرخیدن میکنه. تنها قسمت متحرک دستگاه هم همینه، روتور. هرچی سرعت جریان بیشتر باشه، روتور هم سریعتر میچرخه. پره‌های روتور معمولاً از فولاد ضد زنگ ساخته شدن. وقتی که روتور میچرخه، عبور هر پره از جلوی یه نقطه خاص باعث میشه یه پالس الکتریکی تولید بشه. حالا این پالس ها چجوری تولید میشن؟ توی بیشتر فلومترهای توربینی، توی پره‌ها آهنربا وجود داره و از یه سنسور مغناطیسی برای گرفتن این پالس ها استفاده میشه. هرچی جریان بیشتر باشه، تعداد پالس ها هم بیشتر میشه. نوع پالس و شکل موج خروجی بستگی به نوع سنسور داره. مثلا ممکنه از یه سنسور مغناطیسی ساده 2 سیمه استفاده بشه، یا از یه سنسور اثر حال که خروجی صافتر و قابل اطمینانتری داره. تا اینجا با سرعت جریان آشنا شدیم، اما توی عمل چیزی که بیشتر مد نظر ماست دبی حجمیه، یعنی مقدار حجمی که توی یه بازه زمانی مشخص عبور میکنه. مثلا چند گالون در دقیقه یا چند متر مکعب در ثانیه. حالا چطوری فلومتر توربینی میتونه دبی حجمی رو اندازه گیری کنه؟ وقتی شما این فلومتر رو میخرید، روی اون یه برچسب یا گواهی هست که یه عدد به اسم کی فاکتور روش نوشته شده. این عدد مشخص میکنه برای عبور هر واحد از سیال چند تا پالس تولید میشه. مثلا 3 پالس برای هر گالون. فرض کنیم جریان ما 200 گالون بر دقیقه است و کی فاکتور هم 3 پالس بر گالون باشه. در این صورت خروجی فلومتر 10 هرتز خواهد بود، یعنی 10 پالس در ثانیه. شما میتونید این پالس ها رو به ورودی فرکانسی یه PLC متصل کنید و اون وقت PLC میتونه دبی رو دقیق اندازه گیری کنه. حتی برای کالیبراسیون و عیبیابی هم میتونید از یه دستگاه تولید فرکانس استفاده کنید تا شرایط واقعی رو شبیه سازی کنه. حالا بریم سراغ یه مثال واقعی از نصب این سیستم. یه سنسور 2 سیمه پالس های تولید میکنه که به یه تقویت کننده وصل میشن و از اونجا به ورودی شمارنده PLC میرن. برای نصب درست این فلومتر باید لوله قبلش حداقل 10 برابر قطر لوله مستقیم باشه و بعد از اون هم 5 برابر قطره، چون جریان باید لامینار باشه، یعنی آروم و منظم. نکته مهم اینه که این فلومترها فقط توی سیالات تمیز و روان کننده خوب کار میکنن، چون ذرات معلق میتونن به راحتی به روتور آسیب بزنن. و البته مثل همه ابزارهای مکانیکی، یاتاقانهای داخل فلومتر هم به مرور زمان ساییده میشن و ممکنه نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشن. از نظر دقت فلومتر توربینی خیلی خوبه، ولی توی دبی‌های پایین خیلی دقیق نیست و اگه ویسکوزیته سیال تغییر کنه، مثلا خیلی غلیظ یا رقیق بشه، ممکنه دقت اندازه‌گیری به هم بخوره، چون کی فاکتور همیشه ثابت نیست و بستگی به شرایط داره. فقط یادتون باشه این فلومتر برای بخار مناسب نیست. فلومتر توربینی کجاها استفاده میشه؟ تقریباً همه جا. از نفت و گاز و پتروشیمی گرفته تا آب و فاضلاب، صنایع شیمیایی، نیروگاه‌ها، غذایی و نوشیدنی، هوافضا، داروسازی و کاغذسازی. خلاصه چی یاد گرفتیم؟ فلومتر توربینی توی مسیر لوله نصب میشه و یه روتور توی مسیر جریان داره. سرعت چرخش روتور با سرعت جریان رابطه مستقیم داره. هرچی جریان بیشتر باشه، پالس بیشتری تولید میشه. با استفاده از کی فاکتور میتونیم این پالس ها رو به دبی حجمی تبدیل کنیم. نصب درست، جریان لامینار و نگهداری مناسب همه توی دقت کار فلومتر تأثیر دارن. در آخر باید بگیم که اگر به دنبال یک فلومتر توربینی اصل هستید،
آمازون ابزار بهترین انتخاب شماست، چرا که گواهی اصالت کالا از کشور مبدأ رو بهتون ارائه میده و انواع برند و تجهیزات کمیاب حتی در شرایط تحریم هم برای شما تأمین میکنه. برای پیشرفت صنایع همین الان با آمازون ابزار ارتباط برقرار کنید.